گروه زنان و مادران شهر خوجند که در هیئت کاروان مادران وحدت‌سرا شامل هستند به قسم نظامی 3501 واقع در شهر خوجند تشریف آوردند. هدف از تشریف مهمانان صحبت و ملاقات با افسران و سربازان، شناسایی با شرایط خدمت حربی و ترغیب سیاست سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان ارزیابی کرده شد. مسلم است که با رهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در زمان صاحب استقلالی تاجیکستان به یک کشور امن و ثبات پیشرفته تبدیل یافته برای کار و فعالیت ساکنان شرایط ارزنده فراهم آورده شد. ضمن صحبت در قسم نظامی، مادران از تشبس‌های سازنده دولت و حکومت، روند کارهای آبادانی در مملکت و عملی شدن هدفهای بنیادکارانه یادآور شدند. زنان، خادمان نمایان جمعیتی، بانوان برومند و با تجربه، عالمان و ادیبان در برآمد خود قید نمودند که ما صلح و وحدت ملی که در دوره مرکب و تقدیرسازی تاجیکستان صاحب استقلال با تلاش و جانبازی‌ها و خرد و جسارت پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان به دست آمده است، اساس و سرچشمه همه پیشرفت و ترقیات کشور و آینده آن است. تاکید کرده شد که افسران و سربازان شجاع در پایداری صلح و ثبات، وحدت و یکدلی و حفظ منفعت دولت و ملت سهم ارزنده دارند. من سرباز خطوری ورزشی عمربای هستم. این زمان طول 6 ماه شد که در قسم حربی 3501 واقع در شهر خوجند خدمت کرده شدم. زادگوی شهر پنجکند هستم. خدمت بسیار برای ما یک مکتب مردانگی است که زینه‌های مردانگی را می‌گذاریم. شرایط‌های خوب فراهم آوردند و برای هر یک جوان گفتنی هم که این قرض هر یک شهروند است که آمده برای وطن و حفظ مایه این خلق مرز و بومش خدمت نماید و بیایند خدمت کنند، با سر بلند مکتب مردانگی را عبور نمایند و این وطن این ملت را حمایت کنند. و ما سربازان کوشش میکنیم که صادقانه و صاف دلانه به این وطن خدمت نماییم. طوری که ذکر گردید، سالهای اخیر با بهتر گردیدن شرایط در صف ارتش ملی، صف اختیاریان بیشتر گردیده، جوانان وطن دوست با درک بلند مسئولیت به صف قواهای مسلح پیوسته خدمت مادر وطن را سربلندانه اجرا می‌نمایند. من بعد ختم دانشگاه با قوای مسلح جمهوری تاجیکستان پیوستم تا این مکتب مردانگی را با سربلندانه ختم نموده و باز قدم‌های استوار در زندگی منبعد زنم. این رو من دعوت به عمل می‌نمایم که تمام جوانانی که به سن خدمتی رسیدند، یعنی خدمت مولدناک حربی با آنها پیش بینی شده است، آمده ادا نمایند. تمام شرایط‌ها در قسم حربی ما مهیاست و خدمت یگان جای دشواری ندارد. باید یادآور گردید که تدبیر مذکور مطابق به نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت راه اندازی گردیده، مادران وحدت‌سرا در اجرای رسالتی پر افتخار حمایت سرزمین اجدادی به دلاوران وطن برای کامیابی‌ها تمنا نمودند. امروز جوانان خوب درک نمودند که خدمت به مادر وطن قرض شهروندی و جوانمردی است. باعث سرفرازی و خرسندی است که امروز ما مادران وحدت‌سرا با دستگیری یک جایی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و هم شهر خوجند و شورای جمعیتی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان با نقشه این ساختارها به واسطه به قسم حربی 3501 شهر خوجند آمدیم برای دیداربینی سربازان این قسم حربی و بخشیده به روز کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان از بود و باشی این قسم حربی نظر کردیم و باعث افتخار و سرفرازی است که امروز شرایط بود و باشی قسم حربی خیلی خوب است و برای سربازان قسم حربی تمام شرایط ها امکانیت ها فراهم آورده است. مادران وحدت‌سرا در ملاقات و صحبت از راه رسیدن به صلح و وحدت ملی، ارزش صلح و دوستی و تحکیم و پایداری این نعمتی بی‌بها یادآور شده ایثار نمودند که محض با کار و فعالیت کل ساکنان کشور رسیدن به قدر صلح و وحدت ملی و حفظ و گرامی‌داشت ارزش‌های ملی در کشور صلح و دوستی پایدار و رشد منبعی تاجیکستان تامین کرده می‌شود. خدمت در صف ارتش ملی این گذشتن از مکتب مردانگی ارزیابی گردیده، جوانان هنگام خدمت آب و تاب یافته همچون بهادران وطن در آینده می‌توانند مرز و بوم کشور را حمایت نمایند.